Assalomu alaykum, barodaroy aziz. Bismillah. Barodaroy aziz sozin, xubin. Barodaroy aziz, efir чӣ хела? Эфир хушрӯйшон мета? Ку як бинависонем. Assalomu alaykum. Ва алайкум. Xudo la'natش kune aka. Xudovand la'natش kune ki dami dunyo xor و zabilش kune. Ва алайкум ассалом. Ва алайкум ассалом бародарам. Amin barodarim. Ва алайкум ассалом. Ва алайкум ассалом. Amin barodarim. Amin, amin. Салом. Ва алайкум ассалом бародарам. алайкум ассалом бародаро хубин? Тенҷен саломатитон ҳама хубай? Тенҷай бародаро бизанед, лайкотуна бизанед. Ма иншаалло и кофири лаънати ландаҳури ҳароми ҳаромзодара ма ин хел просто так намемонам. Бизанед бародарҷоно лайкотуна. Иншоалло ки ҳозир ма доб мекунам, гап мезанем. Ма имрӯз бо ин бадбахти лаънати оқи падар суҳбат кардагиам. алло баракатонта бародарои азиз. дар ҳақмон дуо кестед, худованд дар умру ҷонтон баракат да. Ё бисмиллаҳ. ва алайкум ассалом. Салом аз номи бачаҳои кушониён. Зинда бошед. Саломат боши бародарҷон. Ва алайкум ассалом. Ва алайкум ассалом бародарои азиз. ҳозир бародарҷоно мо доб мекунем дабавид гостиях. خب برادر عزیز خواهش از شما میکنم لایکاتون رو بزنید برادرجانو. ҳозир ман доб мекунам кори бародара иншалло. این بدبخت ما همه معلوماتش گرفتم. این بدبخت با خود که قریب دسته این لعنتی را از یک منوت برادر. السلام علیکم سازی خوبی اکا انگاری اکا چی طریق کنیم هم صحبت شد انشاءالله با هم رخدا چی بانه برادر جونا صحبت میکنیم انشاءالله. انشاءالله با هم رخدا صحبت میکنیم برادر جونا. سلام کجوده و علیکم السلام برادر. و علیکم السلام. خوش اومدین برادر جون. خوش اومدین. خوش اومدین برادر. ما این بدبخته الله شاید این کثافت انشاءالله باذن الله این جزاش هم میگیره برادر جون. پروا نکنین. خیلی پروستا تگ نمیشه. سلام علیکم. الله لعنت کنه. آمین آمین. زنده باشین برادرو. الله برکتون تا. حاضر برادر جان حاضر. من عمرش همه پرتم. من قطعش گپ زدگیم پگا ویدیو همش میبره برادرای عزیز. من همش همه پرتم. همش انشالله پگا. خارجان چه کردی برادر؟ نتونستید رو مدد. انشالله میشنوند برادرو. یعنی روید کردم همونجا میداره پروستا پدیلی سش میکنید خوب درون میداره انشالله. یک نفهمیدیش. شما زنگ زده من کجا برم؟ همون پروگرامایی که من روید کردم در واتساپ کن. باز پیشکی روی کردی؟ بله بله بله. درون همون پروگرام داخل شو.
نمیشه من ایس و ویدیویز خدم زنگ بزنم ایس خط میشه قاری جان وقتی که اوجا پرس در پراموی ترانسلیشن میدروی ها در هموجا هازی بدرو همی خیلی من میگمد من خدم ایس ای تلفن هم میکشم خدت اوشتم بدرو همون پروگرام هایی که من روید کم کو قاری در مو پروگرام داخل شد بعد یک کبوتک میبره نویسندگی که سایدینیت میگه همود از بدرو علیکم السلام برادر بزنین لایکات نه انشالله از قاری را میدروریم انشالله خب باز اینا که همی بابای لنگری اینا چخیدم امیره درآمد درآمد یک صورت بله چی نویسندگی اما استویمست یا ترانسلیت بجقش انا کبوتا بزا بلوشتا بزنش اینجا 37 کایکو نه کبوتا همرا بزنش خدا داخل میشه اینجا ما اینجا قبولت نکنم داخل شدم نه اولی نه برای جسی کبوت نبرمده جا رسمی من خدش برمدگی ای بله انا همونجا نگاه که پایان در پدیلیت سنویز بله تمام اومدی بیا قاری جان سلام علیکم قاری سلام علیکم صدا نیست کو حضرت هست صدا همه خوب است انشالله صدا هست صدا شما مده نیست صدای من در شما بستک از سر ببرو صدا شما مده نیست حضرت از سر ببرو خواهیم از سر ببرو از برادرم ما چیش میکنیم از سر ببرو آواز میای قاری آواز میای قاری الو این صدا اجانبی ما باشه بله نگاه که قاری آواز میای آواز میای سبحان الله قاری آواز میای ببرو قاری ببرو قاری اینا چه کازش کنیم udalить гости یافتمش بست من از من زنگش میزنم برادرم الو قاری جان نگاه که برادر الو آواز ممیسر قاری آواز میای قاری به حد آوازت شروع اومد انا که یک جای به شوم دبره برای ما وقتی در واتساپ گپ زیستم برایم قدر سلام علیکم قاری جان خوش اومدی برادر علیکم السلام و رحمت الله و برکاته انا 10,000 آدم تماشا داره انشالله نواری که امروز دیدیش در مسئله همو بدبخت خدوزاده به ایمان همو مسئله را که تماشا کرده بده یک 3-4 سخن میکرده قاری جان بعد ما انشالله که با سوالت میدادم خب اولا درود و رحمت و برکت پروردگار به تمام سامعین محترم و تماشابینان عزتمند و گرامی و از پروردگار طلب دارم که الله سبحانه و تعالی هر کجایی که باشن تماشابینان عزتمند و دین دوست بر این قضیه که آن بدبخت نسبت دین و
پیغمبر و الله دشنامهای قبیح داد. همونایی که غمگینن همونا را پروردگار هر کجا که باشه لباس عافیت و تندرستی در بر داشته باشن و از گزند روزگار الله سبحانه و تعالی در پناه رحمت نگهبان شد. آمین آمین. خب من دیدم، من گوش کردم، من تحقیر او را گوش کردم، خیلی آبی دیده کردم. انسان مسلمان به آبی دیده نمیمونه. بله. خب در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود. ما مثل این بدبخت من ندیدم که این آقی شریعت، آقی امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آق کرده شده از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم بر این تا امت من ندیده بودم. کافی. خب الله سبحانه و تعالی در کلام خود میفرماید استعیذ بالله اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه. هر وقتا واقع شود، واقع شونده ران قیامت نیست، در واقع شدن قیامت دروغه. ای مخنث، ای لعین، ای کسی که تو خود را میگوی که من مسلمانم، خود را میگوی که مسلمان نه، گفته که شما من یک آدم بیگناه را تهمت میکنه. ای مخنث، روزی میشوه که پروردگار متعال اجساد پوسیده تر دوباره زنده میکنه. ان شاء الله تعالی در سرای قیامت تو مخنث لعنتی را میپرسه پروردگار. یقینا بدان که الله سبحانه و تعالی میفرماید و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. یقینا بدان که این سخنهایی که تو کردی ثبت بندگان پروردگار شد و امت رسول الله فاشید. یقینا بدان این ثبت قیامت است. آن دو ملائکه که در کتف راست و چپ تو لعین هستند، سخنهایی که تو در قرآن چی گفتی، الله را چی گفتی، دین محمد را چی گفتی، الله سبحانه و تعالی بر اون ملائکه امر کرده است و این علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. هر عمل و هر جا و ناسازایی گفتی کراما کاتبین در دفتر اعمال ثبتش کرده است. الله سبحانه و تعالی میفرماید افلا ینظرون، آیا شما نمیبینین پروردگار میگه من آسمان ها را چه خیل خلق کردم، زمین و مخلوقات و موجودات را چه خیل خلق کردم. گرداننده آسمان ها و زمین و مخلوقات و موجودات است. ای الله ولا یعوده حفظهما و هو وسع کرسیه السماوات والارض ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. کرسی های تو در آسمان و زمین بسیارن، حفظ کردن آسمان ها و زمین برای تو ای پروردگاری بلند مرتبه با عظمت هیچ وزنینی نداره. امروز چه حکمت از درته الله که این بدبختی خوگ لعین اینقدر تحقیر بر قرآن و بر محمد که محمد نوری الله هست، اینقدر تحقیر بر این محمد کرد. ای الله تو قدرت این قدر وزن اینها را برداشتن داری. بدیع السماوات والارض چی هست که این را گنگ نکردی، کرش نکردی، شلش نکردی. ای الله من از حکمت اصل در روز قیامت میپرسیم که ای الله این چی حکمت بود که این بدبخت این را شانس دادی. ای الله برای خونی محمد، ای مخنث، خونی دندان محمد در لبش آمد. جبرائیل کی ملائکه با قدرت ترین فرشته ها و سردار فرشته ها است، پروردگار امرش کرد جبرائیل هجوم کو، اگر خون محمد از لبش در زمین چکید خاکستر تو میگردانم. تا حالی هم در زمین نچکیده چنگ زد در آسمان هوچش کرد. این همون محمد است تو تحقیر کردی لعنتی. ملائکه نویسگی است. گوش که مخنث، انا که گوش که الله سبحانه و تعالی میگه که اینما تکونوا یدریکم الموت. ای مخنث، الله میگه در کجایی که شما باشه مرگ شما را در میاد. و این کنتم فی بروج مشیده، و اگر شما خانه‌های زنجیربند و اگر تو مخنث در تای پدولای زنجیربندی اسرائیل و اسرائیل بجا شی ملک الموت بدبختی مخنث در میاد جان تو را میگیره. الله سبحانه و تعالی میفرماید ای مخنث، الله سبحانه و تعالی میفرماید استعیذ بالله فلولا اذا بلغت الحلقوم، اگر جان تو مخنث در گلوهت آمد
و انتم حینئذ تنظرون. الله سبحانه و تعالی میگه شما در نزد همون قبیله تو شیشتگیه. مخنث وقتی که جان در گلوی تو میام، مخنثای تمام اسرائیل در بر تو شیشتگی اند. و انتم حینئذ تنظرون. بیچارگی تو را، ناقابلی تو را، چشم سیاهی تو در کپاله سر درمدگی تو را، تشنگی که با پخته آب میچکنن آب دیگه گلوی تو نمیبره، ایره تو لعنتی عاقب پدرت از دست این الله که تحقیر کردی، از دست این قرآن که آخرت برای تو خبر داد، از دست این محمد که تو لعین امت میگو باید شفاعت میکرد با جنت میبرد، یقینا بدان که و انتم حینئذ تنظرون. اون مخنثا در گرد تماشا میکنن جان کندن تا. و نحن اقرب الیه منکم. الله سبحانه و تعالی میگه که ما در نزد تو قریب هستیم. ای مخنث، در اون حالتی که مخنثات را جانتی تا تماشا میکنن، الله سبحانه و تعالی میگه که ما در نزد تو از اونان در قریبیم. ولکن لا تبصرون، و نه که تو مخنث نمیبینی. این تحقیرها به محمد صلی الله علیه و سلم آمدن مثل تو. الله سبحانه و تعالی در قرآن میفرماید 29 پاره قرآن در استعیذ بالله، انه لقول رسول کریم. این گفته های پیغمبر از جانب الله هستند، حق هستند. انه لقول رسول کریم و ما هو بقول شاعر. محمد شاعر نیست. این مخنث لعنتی مثل تو هم کافرای بودن پیغمبر شاعر گفتن. محمد الله گو شاعر نیست. قلیلا ما تؤمنون، اندک ایمان نمیاره. ولا بقول کاهن، محمد خودگو و خودباف نیست. قلیلا ما تذکرون، اندک تفکر و تدبر نمیکنین. تنزیل من رب العالمین، نازل شده از درگاه پروردگار عالمیان. مخنث لعین، مخنث. ما با او مادر، ما با او زنی که در قچان تو یک خوگای، ما او را التماسش میکنم. مادر، زنی مخنث. این تحقیرها را از جانب مخنثی لعنتی، یعنی که درد عقیب داره شوهر تو، با چند مرد نعوذ بالله میرسه با میرود در قچان تو میدرویه. مادر شرم نمیکنی؟ والله قسم میخورم اگر تو ترکش کنی با کودکات بیا، از اون بیا. من همین بلاگرای شعری نرم میگم، در یک روز سومیت را جمع میکنیم در تاجیکستان برای تو دو خانگر در همه جای تاجیکستان میخریم. اگر تمام مخنث لعنتی را ترک کنی بیای، به خاطر الله، به خاطر تحقیر که تو تحقیر کرد، نفرت که ای اون مخنث برآمدی، آره که تو زنی اون نیستی، تو نکاح نداری، زیرا او کافر شد. من در کافر گفتن در یوتیوب، شبکه های یوتیوب برآمد کردگیم به اندک عمل کافر نکن، اما این مطلق کافر شد. تو نکاح نداری مادری عزیز، خواهری مهربان، نکاح نداری. تو بیا، من همین بلاگرها را میگم در یک روز همین مسلمان های تمام روسیه جمعت میکنیم، در یک روز صاحب خانت میکنیم. ای همین اگر کلت میفوره، ای او کلی خوگی لعنتینده، کلهای بنوری امت رسول الله بسیارن. همین در حال تو عیده نمیپای، در حال نکاح مینم یک جوان مردی کلی بنوری امت مسلمان هم تیمد. اگر موی سردارت فوره، ای مرسیدارای امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حال میتیمد، تو عیده نداری. با میگم ترک بیا. یقین بدان ای مادر، محمد 2 میلیارد زیاد پیرو داره، بجا شیده نمیتونه. این کلی خوک این بجا شیده نمیتونه در کدام پدول اسرائیلی بدرویه. انشاءالله تعالی این پیروای حبیب الله این را پیدا میکنن، انشاءالله تعالی پیداش میکنن. چه خیلی که الله سبحانه و تعالی گو که و این کنتم فی بروج مشیده، در پدولهای زنجیربند اسرائیل هم بجا شای امت رسول الله میبرارد ترا بدبخت به خاطر تحقیری کردگی ترا از بین میبرد انشاءالله تعالی. من میگم که الله سبحانه و تعالی به حرمت قادری بزرگی و عظمتی، آنچنانه که خودت فرمودی، آنچنانه الله فرمودی در 30 پاره قرآن سوره نازعات، قسم به 5 نمود فرشته خواندی. خورده الله این قسم را قسم گفته الله، یعنی و نازعات غرقا و ناشطات نشتا. قسم به فرشتگانی که جان بندگان را به سختی میگیرن، قسم به فرشتگانی که جان مؤمنان را به آسانی میگیرن. ای الله
از اون قسمی که به فرشتگانی که جان بعض کافرها را به سختی میگیرن، الله سبحانه و تعالی از همون فرشته ها به واسطه قدرتت مأمور بگردان به این خوگ لعین تا که جان ای را چنان کشیدن بکنه که رگهای بدنش در بدنش پاره پاره شوند. به این تحقیر که از جانب خود اعلان کرد این تحقیرها را به الله به رسول او. لعنتت کنه پروردگار. بعضی از حیوانها عقل و فراست گرفتن جنت رفتن. فیلی که برای گرداندن خانه الله آوردنش در تفسیر 30 پاره قرآن سوره الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل میگذره، میگه اومد و ده زد هر چند کس خانه کعبه الله وحدانیت یگانگیش شناخت. و لعنتت کنه پروردگار که تو را پروردگار دو دستگیرا داد، دو چشم بینا داد، دو گوش شنوا داد، فرزند داد، تاها زیر نفس داد، تاها زیر نگهت میداره. الله لعنتت کنه حالی هم الله را نشناختی. دو دستگیرا ایکی است، جهودا دادنت، چم بینا را لعنتت کنه. سروزیر خطید علاقه جنسی کرد دادت کی؟ الله لعنتت کنه. صدای من بشنو. از 2 میلیارد زیاد پیرو محمد هیچ جا شیده نمیتونی. برایم خره همسر تا میگم ترک بیا همون لحظه صاحبی خانه و شوهر میشه. والله قسم ترکش که بیا دیگر. صدای من هست؟ بله بله هست خوری. بله بله برادر هست. اگر صدام باشه امید دارم که صدات هست خوری. تماشابینان عزتمند دین دوست دین پرور، زیرا صدای شما به من نیست. ای سر دو بشکنیم برادر عزیز. بله 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 خوری. صدات هست. بله. بنابراین الله سبحانه و تعالی میگه همه برادرای اهل اسلام پناه به سوی پروردگار بره. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. آیا نمیدونه پروردگار قبرهای شما را با آب متقاعد میکنه و اون اجساد پوسیده شما را دوباره زنده میکنه؟ آنچه بر سینه خود حاصل کردین به کدام اطمینان کامل الله را دوست داشتین، حبیب او را دوست داشتین و عبادت کردین. و حصل ما فی الصدور، اون روز پروردگار متعال از سینه شما عمل شما را پیش روی شما واگذار میکنه. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، با تحقیق پروردگار کما حقه با اعمال ما و شما با خبر است. از این جهت ان شاء الله تعالی همه ما و شما بعد اجساد پوسیده دوباره زنده شدن ان شاء الله تعالی به حضور پروردگار باز میگردیم. بنابراین میگم تا اون روزی که کفن میآید ما و شما را میپیچونن میبرن در تی تانهای خاک گرمو میکنن، بعد از آن خشتبار میآیند کفن مطرح میشه و نقطه ما در ذات میخیزیم، از ما میپرسن ربی تو کیست، دین تو چیست، نبی تو کیست؟ اون محل مثل این خوگی لعینی آق کرده شده ای از جانب شریعت غرای محمدی لال نشیم و نگیم که ندونستیم نفهمیدیم و نگفتیم. الله سبحانه و تعالی در سوره ملک چی میگه؟ استعیذ بالله. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. گروه دوزخی‌ها را صف به سوی دوزخ میبرند. متصرفان دوزخ، خلورای دوزخ میگن چی به گروه به سوی جهنم آمده؟
آیا یک کسی نبود شما را راهی سعادتمندی و راهی بهشت و دوزخ برای شما بیان کنه؟ الله سبحانه و تعالی از زبان این گونه کافر لعین که امروز تحقیر کرد، الله در این قرآن در سوره ملک گفته است. از زبان اینها چی میگویند؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. آره بود به تحقیق نزد ما آمده بودن گوینده های امتی رسول الله صلوات ربی و سلامه علیه و کذبنا، ما اونها را گفتیم دروغ میگه. و قلنا ما نزل الله من شیء، گفتیم الله این گونه نعمت ها را، این گونه وعده ها را نگفته است. این انتم الا فی ضلال کبیر، همین بود که در ضلالت گمراهی دچار شدید. بنابراین این ملعون مخنث باری دیگر میگوید از دستی 2 میلیارد زیاد از تحقیر شو انشاءالله، از لعنت شو خالی نیستی، از جانت از اینا هم خالی نیست انشاءالله تعالی. تو لعین لعنتی چخیله که عقیب خطه برای تجاوزگرای اسرائیل هدوت کرده میکنی و راحت میبینی، امت واقعی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جان شفیدا کنه راحت میکنه برای تو لعنت، جان شفیدا میکنه راحت میکنه برای تو لعنت. متوجه باش لعین، متوجه باش، تیر میخری بدنت پاره پاره میشه و لعنتت کنه پروردگار. خدا بخاری و زاری دچارت کنه. الله سبحانه و تعالی خاری دنیا و آخرتت کرده است. لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. و در اخیر گفتم و در اخیر بابای لنگری این را گفتنی هستم، به هر حال تاجیک است، از اسرائیل هم باشد تاجیک است، اما نمیدانم که او در چه حالت است. و از دستگاه اجرایی حکومت جمهوری تاجیکستان محترم آزاده رحمان و از رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی و از گنرال پروکراتورای جمهوری تاجیکستان محترم یوسف رحمان و از وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان رحیم رمضان، محترم رحیم رمضان، و از کمیته امنیتی ملی جمهوری تاجیکستان محترم سید مومن رحیم، از شما خواهش میکنم که در راز است که جهانی لعنتی را بتین، اگر شهروند تاجیکستان باشه به قانون تاجیکستان به جوابگری در داخل محبسش موافق قانون بکنین، انشالله در محبس از 1000 مردن که تیری تنگ میخوره بدترش میرن میمره انشاءالله. این امتی رسول الله به جواب نمیمونه لعنت. برای که من مراجعت کردم، برای که در 72مین نشستی دولت های ابوالقدرت ترین چهره نمایان تاجیک پرزیدنت کشور خیز از قرآن دفاع کرد. چی به ما و شما دفاع نمیکنیم؟ امروز کسانی که من از این جرو از تاجیکستان کدام لعینی هم باشه نسبت قرآن و دین و محمد اگر میخواد صدا براری کرد، به خدا قسم دیگه من خاموش نمیستم. دیگر برزی چون انشاءالله تعالی چنان ضربه میزنم که انشاءالله تعالی هیچ ضربه مثل این ضربه نباشه دیگر نیست. برای چی؟ برای وقتی که پارلمان ما، دولت ما پشتیبانی قرآن مقدس میکنه، از روی چی؟ از روی تمام اشعار کلاسیک های تاجیک، از فردوسی و سعدی و شیرازی و دیگرش آمده دولت سامانی، از سامانی و سامانی شناسا ایست همش قرآن را مقدس میدانند. بنابراین دولت ما هم این را فکر کرد قرآن را مقدس دونست، دفاع کرد در مابین تمام دولت های ابوالقدرت. ما هم که باشیم تاجیکستانی برای قرآن و برای الله و رسول و برای قرآن جان فدا میکنیم. بشنو ای لعنی آق کرده شده شریعت، دیگه چی بگیم که آقی پدری، دیگه چی بگیم؟ فقط از همسرت التماس میکنیم که هر حالتی که بری تو میآید یقین بدان تو به یک خوگی نر علاقه جنسی داری، بنابراین ترکش که بیا. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اگر یگان سوال باشه بابای لنگری سخنانی بسیار کردم، از تماشابینا خواهش میکنم که در حق ما دعای نیک بکنن
و کسانی که در او برآمد شما از طرف این بدبخت که آب دیده شما برمد به یک سوزش، شما بر یک سوزش امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امت واقعی برمده درک تو کد خداوند او تأخیر کننده ها را خار کنه پروردگار. نخواه یک کسی که از جانب شریعت غرای محمدی بخیزه برای شما معلوم بکنن با شما تأخیر کنه. آخی جای تأخیر جای که یک نفر این قدر سرزنش میکنن بخشش که از دست که همی باور که کم تر غضبم بلند شده دیگه همی زبانم گپ من نمیگیره با بایلنگری و خدا دیگه زبانم دیگه ما به حدی بعد عصبانی سیدم ده با انمی مردم عصبانی میشه. آخی در وقتی که حضرت ابراهیم علیه السلام در همون آتش نمرود زد میگویم که یک بلبل بود، ما میگیم یک صعبه بود، یا یک میگیم که یک چلمس بود، یک چیزی بود به دهنش آب برد و پرتاف. میگن در روایت چی به تو هم آب بردی پرتافتی، چی کار کردی؟ گو همی آبی من امورا هیچی خاموش کنه نکنه نه که من در روز قیامت پروردگار از یاردمچی های همو ابراهیم علیه السلام بخزارونه. اما وقتی که شما گپ زده ایسین بعضی کسا برآمده تحقیر کرده ایسان. ای جوان مرد تو ننگ نداری آخی؟ ایزان نمیکشی که همی برآمد کدام برآمده؟ تحقیر جای خود چه داره؟ ای برادرم ای دادرم تحقیر جای خود چه داره؟ هر موضوع ده شما یک کسی امری معروف کنه دیگه تحقیری 3 ساله 4 ساله پیشینه دیگه کینه و کدورت هم یاره در هم موضوعی که از جانب الله و رسول میره همجا داخل میکنه. نکنه خلقی به برکتی در دفتر اعمال شما میزنه. الله شما را نگه بداره. با اجازت شما اگر اجازت بدین من خارج شم. خارجان الو برکت تا انمی مسئله در ما میخواستم که یک دو صحبت میکردی که ما در گناه خودم قایلم. بله من دشمنش کردم به خاطری که الله شاهد مرا به حد سختی بدم رسید، به حد سختم رسید. من همون سپیڅل برو آمدم دشمن و حقارتش کردم، از این دمه زیادش میکردم و همون قدری که خود من قبیدم به همون درجه قبیدم همین گپا را گفتش نیستم. یعنی که با دیدم همین شخصیت هایی که با همون را طرفداری کرده و نسبت ما هم مادر ما حقارت کردن هم تمام زود ما حقارت کردن. از پشت همون خیلی شخصیت بفهماشون که در نزد الله یا چی جواب میگن. بسیار جوابی مشکل است. این تویا و این کسیتا را ثبت میکنن بدل نیوستا که کجا را به خشت براش روی میکنن تماشا میکنن، خیال میکنن که روز قیامت اکران نداره، خیال میکنن که عملای اینا ثبت ندارن، اینا خیال میکنن که پروردگار میگه من قدرت دارم یک قطره آبی نفرتناک را انسان کم از کیفت میگیره جهنمت میبره. نه و اشرقت الارض، الله سبحانه و تعالی میگه من زمین را هموار میکنم. پس از زمین هموار کردن چی؟ و جی النبیین، پیغمبراتون فیراد میکنم. بعد از این چی؟ و وضع الکتاب، دفتر اعمالتون من میمانم ملائکه ها را فیراد میکنم. الله سبحانه و تعالی میگه و قضی بینهم بالحق، عدالت بالای شما فیصله میکنم. اون روز پروردگار میگه من نمیگم که مادر با بچه را عمل بته، پسر به پدر، زن به شوهر، خواهر به اکر، اکه به برادر. نه نیست، هر کی از عملی خودش میآورد. شرم نمیکنن همون کسانی که مایلی از طرف او تو را دشنام دادن. ما همین را دعاگو هستیم. اگر تو گپی بدم زده باشی چیزی هم زده باشی از زور امت، از زوری که جوش امتی، جوش غیور اسلامی در قلب تو زد، دیگر تو خطا اداره کردن نتونستی. بسیاری ها ای غرور جان نمیتیان، جان نمیتیان. چی گپ خبه او سبرا جانشو نمیتیان. تلخکف میشن، بعضیش دولینی میشوه، بعضیش آبی دیده میکنه. اما من میگم که کدمایی که تو را دشنام کردن، اگر خصوصا در همین باره که شما را دشنام کردن برای همین لعین، اولا الله هدایت کنه و الا پروردگار قطاری همیا در روز قیامت خزارونه شد و با جهنم قطاری همیا سزاوارش بینه به عذاب. الله شاهد نباید به خطر درجه پس باشید. این همین روز یک 500 نفر زنگم زاگی های همین روز چند قدرش جواب دادگیم همش گریستگیان، همش گریستگیان. اونهایی که ما دیدم ورا، اونهایی که ما دیدم شون ما جرأتی ورا، ما گبزنی ورا دما باوری 100% دارم که این خوگی سیارا کلاشا میگرفتن میپرتوفتن کلاشا. نه که
حواز یک برادر دیگه زنگم زد نغز میشناخت دستش این بدبخت با دوملا به دسته الله خورد کنه ایره همه ترجمه حالش به ما گپ زد کی گفت انا بابا لنگری ای گفت ما گفت پیش این میرفتیم این ما را امری معروف میکرد نصیحت مون میکرد هیچ خیلی شید ما گفتم نمیدونم اونا ببینش گفتم باز زبسوش گفت با ویدیو ویزف بود قطیم در همه جد ما زبسش کردگیم پگه حالی می پرتم همچنین دشمون حقورت کرد پرتفتمش گفتم اینا نگاه که برادر گفتم خودش حیران شده گریسته استای میگه این بدبخت میگه دوملا بود میگه ما میرفتیم ما را امری معروف میکرد میگه ما عقیبش نماز میخونده میگه هیچ خیل شید میگه این بدبخت میگه این خیلی کور کرده انمین الله سبحانه و تعالی چی میگه در قرآن در 21 آیت قرآن سوره بقره میگه استعوذ بالله ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم دوست نگیرن یهودیا و نصرانیا شما را تا متابعتی ملتشون نشه شما را دوست نمیگیرن امروز این متابعتی ملت شوشید دوستش داشتن و الا اونا مسلمان کشتایسان این چهره را نباید زنده مونن او امریکایی خونه او درمد امریکایی 72 ساله که امریکایی خودشون نفرت کردن همو پرزیدنتشو خود او بچه را 6 کارچه زد مادرش کش بچی برای در اخبارات های تمام شبکه های یوتیوب ما شنیدیم که برای چی بوده است برای خاطر این بوده است که شما مسلمانه این چهره را برای چی این را باید بر وقت میکشتنش نه که این دین یهودیگی را قبول کرده در شبکه یوتیوب دیاد باشه جای خاموشی نیست در شبکه یوتیوب با محمد اقبال صدردین این گفتگو کرده ای بدبخت همو جمع دولت ما را تحقیر کرد همو جمع دین را تحقیر کرد همو جمع گفت که من نصرانی ام لعنتش کنه من یهودی ام گفت من یهودیگی را قبول کرده میره الله لعنتش کنه دیگه یگان جای شک شبهه نیست یگان جای شک شبهه نیست به این لعین آخه این لعین فکر نمیکنه که در داخل فرانسه اون معلمی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تحقیر کرد در داخل فرانسه در داخل فرانسه با از بعضی گروه ها شیم کسون پوشیدن شرم نکرده بردن در تار سرش گل موندن اگر دیده باشه شرم نکرده با بردن در تار سرش گل موندن با تعزیه بیان کردن برای دشمنی سرسخت ترینی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای در تار سرش گل مونی تعزیه بکنی برای شکر خودت که دیگه ایجا سرم نکنن اینه خیلی برادری عزیز این حالی ایدسی داخل فرانسه دا کردن این ایدسی 2 میلیارد این نجات میوه نمیوه نجات علاقه خودش دو نیست این خیال کرد که من سب برداری نمیکنن انا در اخیر یا چی گفتنی هستم از جانب الله آیت قرآن ای متن آیت قرآن در خیال می بابا لنگری الله سبحانه و تعالی در کلام خود گفت در قرآن با جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حبیب من شما بت‌ها و پرستشای اونها را تحقیر نکنین دشنام نتین که سبب دشنام الله و رسول شما می شود بنابراین خواهش میکنم که هیچ که پرمای فرقتیش گپ نزنه زیرا که اگر کدم پرمای فرقتی و گپ زد دشنام الله را و رسول میتیه دلش خالی میکنه اون فقط تحقیر میکنی در شبکه ها میپرتای تا که همین 2 میلیارد زیاد امت رسول الله در تمام دولت بشناسه بدبخت تمام قطعی گپ زدن درست نیست زیرا که الله را و رسول دشنام میتیه الله در قرآن گفت که ای محمد دشنامی بت‌ها را دشنام نتیه که سبب دشنام الله یگانه شما میشوند بنابراین تا امروز کسی که جوش زد غرور زد از روی جگر سوختگیش ایروی دلی کفیدگیش گفت او بدبخته خواه زنش گفتن خواه خودش گفتن خواه هر چیزی که گفتنش خوبش کردن ایروی چی بود ایروی که دلی امت رسول الله پاره پاره شد از این سخنا پاره پاره شد والله قسم تماما هیچ که طاقت گوش کردن ایران نداره هیچ کس خب الله نگهبان تو باشه الله برکت تا قوری جان سلامت باشی خداوند در عمر و جانت برکت بده آمین یا رب العالمین آمین برادران را وعده کردم که انشالله که قوری را فیراد میکنیم در این مسئله این بدبخت گپ میزنه صحبت میکنه خدا خور کنه ایران روزی که میاره پروردگار متعال
کافرها آمدن هم از جمعیت به حضور پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن که کی از گذشتگان ما او آبا اون الاولون، از گذشتگان ما کی زنده شد پیش ما اومد که تو میگویی که بعد پوسیدن استخوان شدن تو زنده میشه؟ پروردگار محمد گفت صلوات ربی و سلام علیه گفت قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. ای محمد برای اینها بگو روز را پروردگار ساعت شمیاره که جمعیت شما را پروردگار میخزارونه. نه که چی؟ ثم انکم ایها الضالون المکذبون. بعد از آن ای گروهی دروغگو، ای گروهی مکذبان گمراه، دروغگو، مکذبون الضالون یعنی گمراه، لآکلون من شجر زقوم. از این شجر زقوم که مخری میگه در تفسیر قرآن با مجردی در درون رفتگی رودهات دم میزنن از خفات میبراین. الله میگه شما ای دروغگوها و منکرا در روز قیامت از این درخت میخوره. ثم انهم ایها الضالون المکذبون لآکلون من شجر زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیه من الحمیم فشاربون شرب الهیم هذا نزلهم یوم الدین. الله سبحانه و تعالی میگه که از این درخت بخورین، از این آب جوشمدگی جهنم بخورین، از این آب جوشمدگی جهنم بخورین مثل شتران تابستان تشنه زده. امین ای مهمانی پروردگار برای شما دروغگوها ای گمراها. ان شاء الله ای کلی لعینی آقی شریعت، ای آقی شریعت، من تو را میگم لعنتی آقی شریعت، لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین بر بالای تو باد. تو روز میشوه که به این درد گرفتار میشی. ای درخت زقوم والله قسم میخری از این آبی جوشمدگی جهنم رودهات از قفا میبراین، از قفا میبراین به مجرد درد، به مجرد اونه که به ناموس عقیبت در اسرائیلیا دنگل کردی. مخنث همین مخنث فهمونم کسل عقیب نایی داره ای بدبخت. کسل عقیب نایی مردم بله گفتن بله 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 این کسل عقیب، این کسل عقیب داشته است خطی مخنث های اسرائیل های. این بله خاکی کاکل مونده نمیتونه. این سرش موی سرش رفته است، کاکل مونده نمیتونه ای بدبخت. اگر نه رنگ مخنث ها کاکل داره ای وقتش. بله مرا زنگ گفتن، مرا گفتن که هم خیلی همون قوم ملت های انا که ما به کدام خلاص آمدیم در امی و عدم هستیم که آیلش ترکش کنه بیاید. همون روز قدرت داریم که از تمام میجا پول جمع میکنیم، همون روز در شهر خونش میگیریم. یک کلی امتی رسول الله را اگر کلش پاره، یک کلی امتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بنور هم میکنیم. اگر موی سردار فارس، موی سردار هم بسیار جوان مردا ان شاء الله. انا را میگن مادر شیرین بر راحت نخواد تو یک خوگی لعین عاقب پدر علاقه جنسی بکنی. ترکش که بیا او را لعنتش کنه پروردگار ان شاء الله. به هر حال به هر حال تو را رخش گرفته نمیتونی. من میترسم که در قواتش خود هم جهنمی نمری بعد و کودکات قطعی. ترکش که این 2 میلیارد شوخی نداره ان شاء الله. با بدبخت میدونی مرا چی میگه زنگم زد گلاسوی روی کرده مطرح میگه در چی داده میگه صورت طراحی کردم، نمره طراحی کردم در فیسبوک چی تا سونکت جمع که تیار شد که تراهوز میوردراند. گفتم الله خورد کنه ترا بدبخت خدا زده. گفتم و بدبخت مرا یک سخنو میگم. گفتم تو بیا کو تو در کجای بدبخت در یک کجی رفته جوگا شده ایموجا هاو داری سگ وره ایموجا همباس کرده سای خدا خور ذلیلت کنه میکشه تلفن میکشه. بعد من تو مردک هستی؟ گفتم تو مردک باشی گبزه فقط مادر حقارت میکنه، فقط مادر حقارت میکنه و گامیگ ای دین فقط حقارت میکنه. همین حقارت میکنه کیش تو بیامی وایشه. بارک الله فیکم. برایم قرار گفتم که دادر مسخ لنگری شما مردم با بگین که در حقیقت مردم شما بگین، شما مردم بگین که چی نکنن. انا مردم قطیش پرمایمو افیر نبرین گپ نزن که او دشنا میکنن. انا برای همه خرا دشنام اینها او بدبخت سبب دشنام الله یگانه ما و شریعت میشوه. او هیچی را نمیدونه. بنابراین از اون ده ما همه خیلی افیرا بکنیم، خود به خود لعنتش کنیم. اون ده همو نعوذ بالله همو
استغفرالله العظیم میگم که در افیر بگم با همه تماشا میکنن به نگم خوبتر است. انا اما کونی مخنثیش همه دیگه تماشا میکنن دیگه ان شاء الله و رحمان بدبختی لعنتی را بمر جان تگیره این بدبخت جان تگیره لعنتی انشالله این تو مرده بدبخت کشید ناموس پردوت میکنی لعنتت کنه پروردگار. بله خیلی با اجازت من برو رکه حضرت الله همه تا نگهبان باشه. همه را سلامت سلام باشه بگه. قاری. سلامت باشه قاری برادر. الله برکت تا زنده باشه. هر گپ خداوند سخت در پس امر جانت بلند برکت گفته تا. باشیم، هر گپ سخت پس بلند گفته باشیم از سوزش دل گفتگیم و هر کجایی که زبان ما تا نخورد از روی امی سرویرانی که همون بدبختی لعین نسبت دین و نسبت محمد و نسبت قدر تأخیر کرد دیگر به خدا قسم نتونستیم چی بگیم دیگه. صدا هم بلند کردیم دیگه. بخشش همه تماشابینا و در آخر دعا میکنیم هر کجا که باشین لباس عافیت و تندرستی در بر داشته باشین به مراد و مقصود دنیا و آخرتی پروردگار برساند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. سلامت باشه. خداوند نگهبانت باشه قاری. الله برکت تا. جزاکم الله. ای خدای هزاران بار شکرانت پروردگاری مهربان. برادرای عزیز میگن دوب کنین اینجا شما را دوب کرده نمیشه در حالتی که وقتی که شما واتساپ دارین در واتساپ که اگر که چی کنین واتساپ دا میشه و این خیلی برادر جون دوب کرده نمیشه. برادرو الو شاید مسئله تلفن میگن اسپید نمیکنم برادر جونو به حد بسیار بعد زنگ میزنن. امروز یک بار کنین به حد برادرو بسیار زنگ زدن به حدی بعد. انشالله انشالله. همه قزنگیر بسیار شیده که کل خدا زده او کل همینجا تماشا میکنه برادرو او کل در انمی درون تماشا میکنه. ای کل همه قزنگیر بسیار شیده زنگیر بسیار شیده که تمام او از خلاص میشه و انشاءالله با امر خدا تا که جزا تمه بینی تا جزا تمه بیری. میگه گندم کوردی گندم میگیری جو کوردی جو میگیری حاصل اردش اینی درو میگیری. بدبختا فراموش نکن که تمام منگ ینگر اوج خریدارش بسیار شده. برادرای عزیز میخواهین کدامید که میخواهین که گپ زنین من نومیروم گپ میزنم زنگ بزنین انشالله زنگ بزنین فقط 1 دقیقه 2 دقیقه زنگ بزنین گپ زنین در مسئلهش مون ببینه کثافت حرامزاده ببینه که چقدر مسلمانای ما را چقدر برادرای ما را تشویش داشت چقدر غمگین کرد برادرای ما را. من امیدوارم میپرتم برادرای عزیز زنگ بزنین گپ زنین انشالله یک 15-20 منوت دیگه صحبت میکنیم اگر بخواین. اکلانگره در کجای کجا بودی برادر 965 188 6047 زنگ بزنین برادرای عزیز اوز هستم. فقط برادر جونو 1 دقیقه 1 منوت گپ زنین انشالله که بسیار برادرها اسپید میکنن.
نترس برادر عزیز، یگان مایده سری ترس نکنیم. این یگان مایده غیر دینی نیست. این برادر عزیز، ما الحمدلله در هر جایی که گپ زنیم در چارچوبه قانون گپ میزنیم. خیلی مرا بدبخت خسته کرده ما خب کنیم بیستیم. و علیکم السلام اکا. و علیکم السلام. الحمدلله برادر، شما خوب هستین؟ الله مهربان لعنتی را خور ذلیل بگردونه. آمین. سلامت باشی برادر. آمین. نه که گپ کتر هم ازم همین حجیر نه که زن دوم دوم سیم و شام زن همه را میگیرم. انشالله میویا. انشالله. الان نیستش بگردونه. آمین. او فرعون انشالله نیست میشوه. انشالله. الله نیستش بگردونه. با خدا قطعا تمام بدن الارزه میگه وقتی ما تمشاش میکنیم. میفهم برادر، میفهمم. برادر جان به حد برادرها بسیار زنگ زدم با وش جواب تیم. یگان گپ گفتنی دیگه داریم. بابا لنگری الله نگهبان باشه برات. سلامت باشی برادر. سلامت باشی. زنده باشی. خب. سلام علیکم. و علیکم السلام. و علیکم السلام برادر. الحمدلله برادر. رحمت شما نازنین خوبین؟ الحمدلله برادر. بله سلام علیکم. سلام علیکم ابو لنگری سوجی خوبی؟ الحمدلله برادر. شما نازنین خوبین ان شاء الله؟ الحمدلله. من میگم بسیار گپ نمیزنم. التماس زیاد میکنم از برای الله اگر از موزش باشه گپای امیر التماس میکنم و دلیل که نمون با خدا میشنویم که دل جگرمون میریزه برادر. به نام خدا قسمت میخورم نمیجا کو کار دایم والله میگم که نمیدونم چیکار کنم. یک گریه اومده میگم بزنم همه تیت پیت کنم دستمون هیچی نمیوه غیر از دعا کردن و نزد الله. خداوند خودش سریشش میکنه و دلیل که گپای امور اگر گپی مرا بگیری التماس میکنم دوستام. او سجادت میکنم برادر. التماس از برای الله. التماس الله خودش مهربان. الله خودش خداوند همه را سرشتن میکنه. نه من نه بطه به هیچ که نمیمونه. پروست خداوند مهربانه تمام در پناه الله زنده باشی. خوب در امان الله باشی. زنده باشی. خوب سلامت باشی. الو. الو. السلام علیکم. و علیکم السلام. و علیکم. خوب لنگری خیلی سال شما. الحمدلله برادر. شما نازنین خوبین؟ شکر الحمدلله خدا بخیر. سلامت باشی. کجا رفت جزیره اول خلیج حرام یک محمود زاده امیر برام کو. آها. خدا زندگی حرام. از این دست پیام تو خدا علم فور زری دست کنه. آمین. سلامت باش برادر جون. الو. برادر یک تا زنگ بزنین به حد. الو. سلام علیکم بابا لنگری. و علیکم السلام برادر جون. و علیکم السلام. خداوند کافی نیست نمود بگردونه و اون یک تجریه همونجا ارده سالوی کامنتاری در قرآن کیسه پروندگار اینا دانبر یاوی دوزخ بروا. آمین. کاش قرآن داره ها؟ او من او خود منجا عظیم سالوی فهمید همه تا دشنام کیسه از خدا بترس. کنده دوزختیه انشالله یور خداوند میکشه یارو نیارو. انشالله از خدا بترس. دشمن میکه همه خوری برامد در مسئله شما را فهمون گفت اکتون. از الله بترسین. سلامت باشی برادر جان. میگیرم دیگه برادر را درد دارم. خوب برادر جان سلامت باشی زنده باشی. خوب مایلش. خوب. فرعون لعین. فرعون لعین تماشا. الو. سلام علیکم و علیکم السلام برادر. و علیکم السلام. بازی برادر خوبی سلامت. الحمدلله برادر. الحمدلله شما. برادر انشاءالله خیلی بچه خوبی ویدیوی پیشنهاد هم تماشا میکردیم. انا اگر خیلی بیچه برادر باش درد دارن این خدا زاده را الله خورش کنه. باز یک برادر برامد گفت که مقصد و دلیل که همون گپوشه همین بچه های چه کاری کنه که قطعی همین کافر در برای دین صحبت نکنه. کی ویا زورشون که آمد الله را میرسن، قرآن را میرسن و پیامبر صلی الله علیه وسلم تحقیر میکنن. برای همین قطعی کافر اگر که سواد دینی نداشته باشه خوبش قطعیشون بحث نکنین. کافر های
وای هیچ وقت با فایده ما نمیگه. وای داشت برنامه اون مخالفت هم میبروید برآمد میکنه او خدا زده وای نه طرفی بگیم که حکومت تاجیکستان های نه طرفی مخالفای تاجیکستان نه طرفی همون مخالفان وای خدا زده کافر های وای اسرائیلی های وای تاجیک نیست وای خدا زده هم ای ملت ما وجود بگونه شدگه هم ای دین ما بگونه شدگه حالا لعنتش کنه برادرو اوی کافر در همه وقت کافر میمونه اگر که الله هدایتش کنه خوب اگر الله هدایتش نکنه جهنم برای او مبارک باشه برای همین مردم ایگه پی خوبش قطعشون هم صحبت نشیم برای که سخن خداوند خودشه که ما را من کردگی قطعی وقتی که در قطعی همه کافر که وقتی که سخن قبیح زد خوبش درباره الله قرآن دین اسلام درباره پیامبر صلی الله علیه و سلم قطعشون صحبت نکنین که و یا الله را دشنامتن دین تحقیر میکنن ما همین خاطر برادر جانان نکنین قطعشون صحبت نکنین این بخاطر اون نیست که ما جواب نداریم ما میترسیم نه ما بخاطر میدونیم که خدا زدگی یا کافرن یا الله ما را مقصد دشنام میکنن و این چیز نمیفوره ما همین خاطر برادر قطعشون صحبت دینی نکنین کافر هیچ وقت نمیفهمه ما را برای که الله در قرآن گفته که یهود و نصارا یا دوستی ما نمیشوند این خدا زدگی ها اینا نگاه کنین بدبختو چی خیل ضرر کنه مسلمان را پیده الله همه تا نگه بدورن سلامت باشی همه وقت باید الله باشین کوشش کنین به الله خودتون نزدیک بکنین این کافر را جکیدن میگیرن سلام علیکم و رحمت الله و برکاته سلامت باشی برادر سلامت باشی الو سلام علیکم و علیکم السلام برادر و علیکم السلام موبایل اشکالی الحمدلله برادر شما نازن خوبین آواز جانم سلامت باشی بچه خوبه الحمدلله خدا را شکر برادر الحمدلله الو لبه اکا لبه الو اکا گپ ز گوش دارم بابای لنگری میگم سلامتیت خوبه الحمدلله برادر شما نازن خوبین شما خدا زنده باشی میخواستم یک آواز کبش نه همین بود باور کنه همین چیزی که تماشا کرده باور که در گریه آمین گفت که هم برادری که نو گفت زد تونست که آوازی همون را گم کنه همون چی انشالله برادر انشالله زنده باشی بابای لنگری الو برکت تا خوب برادر جان خوب من خدا نگهبانت باشه خوب سلامت باشی برادر در امان خدا باش بله الو سلام علیکم دودر و علیکم السلام و علیکم السلام دودر جان همین مرتد همین کافر یک خواهر داره به نام فیروزه کانال داره در یوتیوب در تلگرام هم هست در یوتیوب بله فیروزه سیانیست بنویس میبروید در یوتیوب خواهر جای همین لعنتی را دخترها را جلب میکنه به همین چی همین مرتد همین خواهری همین مرتد دخترها را با چی جلب میکنه او بدبخت به همون راهی همین سیانیستی برای بیدینی به خدا به خبری دعوت میکنه همین حرام خواهرش و این بدبخت خودت میشناسی نه هم در یوتیوب دیدم خطی همین هردشون یک دعوت دارن در یوتیوب هردش دعوت دارن ها کانال تلگرامی هم دارن همین مرتد خطی هردش الله خورش کنه دیدیم برادر عزیز ترجون لله و خدا و خد خلقكم اطوارا الله یورا بزنه بدینم دو در یکش دین ندارن نه که همون زبط او دادید کنی برادر جون که یک با زبط خودت میگیره بسیار شیطانه با چند گفت خبر دیگر میکنه انشالله برادر دعا که در حق ما را ما انشالله در حق دعا میکنیم در حق همه برادرایی که گوش کردید الله متعال موفقم بگردونه آمین سلامت باش برادر جان سلامت باش الله برکت خب زنده باش دیدیم برادر عزیز دیدیم که تا کجا را این بدبخت حرکت میکرده نگاه کنین که تا کجاها را حرکت میکرده که باید که چیکار کنه السلام علیکم رحمت الله و برکاته و علیکم السلام برادر علیکم السلام الحمدلله برادر شما نازن خوبین پدر نهایت اقتقادر این سلام میرد برامده این چی او بروی مسلمان های او چی همین قوه پس کرد پس از روجیکه
شما خداوند ناراحت کنه، این خداوند از جهنم محروم کنه ما. این پیغمبر ما چی وای کرد، این کتاب ما چی وای کرد؟ این بدبخت های، این کافر های، این دجال های، این نام این فردوس نه، نام این فرعون های، فرعون نه اصلا دنس دجال هم گذراند. نامش فرعون های برادر. الله خور و ذلیلش کنه. دعا کن که پروردگار خور و ذلیلش کنه. بدبختی کسافتا. الو الو السلام علیکم. و علیکم السلام برادر. علیکم السلام. سوزه که تنجه مخشی باشید نمرخت کفسر نکنی یافته. الحمدلله برادر. شما خوبین تنجین؟ که چی گفتم؟ یه بچه توجیه خریم پاسپورشه قد دکمنتوش گم کرده. برادر جون بنویسونی مسئله در صحبت میکنیم. حاضر جایی گپونیست انشالله صحبت میکنیم. خب؟ Прямо эфир, да, файл? Я сам еще потом шок бы. مایل خوبک. الو لبیک السلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. علیکم السلام. لنگری خوب هستی؟ الحمدلله برادر. شما خوبین؟ الحمدلله. همجا افیر در تماشا که اسلام نسبت همین لعنت کرده الله باور که خیر که دیگر الله مهربان در قرآن میگه وامتاز اليوم ایها المجرمون. روز قیامت الله برمیخیزاند میپرسد به کدام گناه کشته شدی. وای بر حال این بدبخت لعین که در روز قیامت در پیشگاه پروردگار چی جواب داده. والله همین روز همین ویدیو را پرت افتی والله قسم تو حاضر بخدم در راه بدم در راه ماشین گوزوی قطعی یک طرف من کردم دست پوم لرزه گرفت. چندین اویا کسا زنگ نمروتا گفتم بپرسم بگیرم دریافت نکردم نمروتا. تا حاضر والله قسم ازای بدنم میلرزه سوزیشی از عذاب اللهی میترسم. این بدبخت کافر لعنتی انشاءالله ایرا میویم درکش به امر الله مهربان ای فرخور بوده. من الحمدلله ای فرخورم انشاءالله پگه ای پشت همیشم با همین نمره خریده همه استوریش انشاءالله من معلومات میگیرم در بارش. من خط زنگ میزنم همه معلومات انشاءالله دسترس میکنم در دسترس شما میکنم انشاءالله. انشاءالله سلامت باشی اکا. زنده باشی. الله برکتت خداوند. اکا آجی نمره ما گرفته میتونیم؟ کلمه نمره تکا حاضر ما یک منوت برادر. یک منوت حاضر یک منوت. ما حاضر جاگر این نمره ما بگم باور که پاک بوده چی میشه. تو این نمره دیدن. همین نمره مرا گم نکن. خوب اکا حتما انشاءالله. بابا ما یک کس دیگه الحمدلله برآمدگی ما یک کس دیگه برآمد الحمدلله معلوماتی را داد در ما این بدبخت دوملوب دسته پیش الله لعنت کنه را بابای لنگری من انشاءالله من میگم خودم ایفت خودم همون کالخوز کریم الکسم به امر پروردگار پاک اگر همه معلومات ما در بارش میگیرم انشاءالله. خداوند تا صبح سلامت در قید حیات باشیم. الله نگهبانت. خوب اکا خدا نگهبان برادرم. الله نگهبان. الو سلام علیکم. و علیکم السلام برادر. و علیکم السلام. بابای لنگری یک چی خواهش دارم از شما. گبزه برادر جان. همون یهود حرام باور کن من یک بار همون برنامه اقبال تماشا کردم با همون گاز زده در پراموی فرق باور که همون یک بار همون نهار از براز خدا برای همون جدی همون اقبال بی حرام میکرده باور که همون بسیار گذرانده است. هم وقتی همون را تماشا میکنم هم سرم ویرون میشن میکاره که باور که همون باور که نمیشد همه جور عربی ویرون میکنه. وقتی که همون یهود تاجیکستان در پستی میزند با او اقبال تماشا میکنی او خیلی خرسند میشه. گویا که او باور کنن بابا لنگری یا نوار برای جدی هوای کردن در کاره.
انشالله برادر انشالله. الو الو. سلام علیکم بابا لنگری. و علیکم السلام. علیکم السلام. برادر چینجه؟ الحمدلله رحمت برادر. شما نازنین خوبه؟ من نگهبانت باشم. هنوز دارم ویدیو را تماشا کردیم و خدا در لرزه اومده. در غریبی در لرزه اومده. میفهمم که همین ادرس همین زود در کدوم تریتوریا باشه؟ این بدبخت در اسرائیل ای برادر. در اسرائیل. چه مسلمان یگون کس داره؟ ای نوحیه فرخور ای بدبخت. ای فرخور که جاش باشه من همین اوتای میره اوچه میره میکشم 5 سال نرسن 10 سال دیگه با کلا میگیرم اینا ایرا اوتا و اوچش اوتا و اوچه را در کور نیست برادر جون چیز کردن. ایرا هم بدبخت خدشه الله خورش کنه. ایرا همه خدشه فقط. تو همین بخشتا قسم تمام ملت رو که درمون تو برداشتن. میفهمم لنگری جون برات همین رو دلیل که بخشتا قسم خیرش که بخشتا لنگری جون که بخشتا یابرا شرمنده شده. بخشتا قسم. بله چه لنگری جون. خوب انشالله. الو. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام برادر. علیکم السلام. بابا لنگری سوزی خوبی انشالله. برادر. شما نازنین خوبین الحمدلله. سلامتی خوبه؟ الحمدلله برادر. الله من تربی میگه خدای من الله مهربان ای یحود و نصر و خداوند شرمنده ای دنیا و آخرت بگرداند. آمین. آمین. یاد میسرم میگم برای می بدبختو میگه خداوند چرا پر شور گشت است چراغ معرفت به نور گشت است برو با وحشیان بیشین غفوری چرا فعلی وحشی را آدم گرفت است. میگه پادشاهان جرم ما را درگذار ما گناهگاریم تو آمرزگزار تو مکن کاری که ما بد کرده ایم جرمی به اندازه به حد کرده ایم سالها در بند عصیان بوده ایم آخر از کرده پشیمان شده ایم. این ولزینه بدبختی مرتد انشاءالله پشیمان ای الله ما را غالبیت همیشه به امر خدایی بدبخت شکست میخوره. برادرانی که ما را میشنوین ما را گوش میکنین و امید بابای لنگری گوش میکنین از همه خواهش میکنیم در حق همین بدبختی نجس دعا کنه خدا خار ذلیلش کنه. اول خداوند هدایت کنه هدایت نه خدا خار ذلیلش کنه و شرمنده این دنیا و آخرت بگردونه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. سلامت باشید برادرای عزیز. همین مسئله همین ویدیو دا باور کنید به حد برادرها یعنی که بسیار برومه هستند که همین را ادالید که همین را ادالید که همین را ادالید که یعنی که معلوم است که برادرها غمگین شدگیان برادرها پریژوات کرده استند برادرای عزیز. این سخنهایی که این کثیف کثافت گفتگی این سخنها را نه هر کس میفهمه. این سخنها را کسایی که میفهمه کسایی که درک میکنه برادر عزیز وای الله را دوست میداره وای وجدانش غم میته وای ناموس مردکیش غم میته. به همون خاطر ما اول هر کاری میکنم به خاطر الله میکنم دویم برادر عزیز دویم به خاطر میکنم و همین خاطر میکنیم که بگذار همه برادرای ما غمگین نشوند. بگذار همه برادرایی که چقدر برادر زنگ زده است غمگین نشوند. ما همین ویدیو را محکم میکنم برادر عزیز. شما مرا فهمین انشاءالله با امر خدا کند ما پگا انشاءالله میمونم نواروش میمونم یعنی که همین دشمن حقورتوش نیست انشاءالله. چی گفتیم برادر عزیز؟ روزین همت در همینجا قریب 5000 آدم برادر عزیز. و علیکم السلام برادر. علیکم السلام. الحمدلله برادر شما خوبین الحمدلله.
کجا سازیم دستی همین تصافت خداوند را دیگر کجا سازیم میمونه ما در برای کار یک چیز همه موبایل هنگاری کنیم خیلی خداوند در گروه 24 در گروه 24 خطی همو بود این همین کار شد در همون جان تکار که بود همون گروه 24 از این کار دستش کردن زدن سرش کردن این دستی وچ کردن در سرش کردن یکم اونجا رفته با قطعی و قدن علتا و امرش ده با این گخشه با دایی توی کسانه که اون خدا نشون میتوان لیکن همین چیه که همین واردارا در همین ایسنسن همه اپراتوش و اجتماع صبح زنگلی بگیم انشالله خدا قسم و تمام میلاد همه دام کلان فاما میلاد کلان فاما با همه رو من خواهی سکم و پیوت نکن کلی گا استاگل انشالله بیا برادرم بیا برادر ما حوض میدرم اول همو را میگیرم بعد دلشش گپمون گپ میزنیم چی گفتی برادر مثلا باز هم یک زنی همو را میگن کش میگم ما میگیرم من جا پاتیچکوی زنگه بسیار یا تا جلو تشده یا تا اوماتو قواتو یا تا معاملو قواتو نمو هم بیش زنگی انجور نمو باشن نمو میگن نمو سلیکو میگن میگن بودنش نمو را این کل خدازده دمو خواه انشالله او کل خوگا صدقه زن کنه این کل خوگا صدقه زن کنه در گروه بسیار او در اروپا افتوب زای میکرد هر یک چیزا کلین گروه بسیار بود هم کش ترکو کرد این اپنی وقتا دادن دستش کردن این اپنی وقتا در اسرائیل فلسطین با خوچه رفته الله خور زلیل که چند قدر کجا میرود چند قدر میرود ای چرخی گردون هم خیلی تاوش میتا که با بدتر نمیگ خودمون تو میخره انشالله با امر خدا لیکن هم خبر چیه که او همین جایی هست همین اسرائیل همین غزه اینجا یکو جو رفته نمیکنه همین جا یکو جو رفته نمیکنه دیگه همین جا بگه هر سنده کلاش همه انشالله در همو جای افت میشوه همین شیر مردو در همو جای افت میشوه انشالله با امر خدا انشالله خواب اکا خدا نگاه باند خواب اکا خواب اکا من الو الو و علیکم السلام ورحمت الو ها برادر ها هسته برادر این کلی مخانق پدرش پرخوره مادرش یهود اینا این در اسرائیل ودیتیل افتوبوس کار میکنن این همیشه سعودت تو همون کجای هم میبره میبیوره این خودش نه جنگ میکنه نه هیچ یا قوم این رو تایی وقت او برک او یورکه ها این افتوبوس چیه افتوبوس این همی تگش گروزاوی طورش پتاجیر نکنه شلوکای خود مندفر دوده که در نکوده این به هوا سعودت میکشد با همون گرانیچه الله خو انشالله با هم رخ در مورای گرانیچ سمی قپانش انشالله برای همین یهودی ها از طرف مادر میرن و مادر من یهودی ها گفته نه برو دیگه دینی مسلمان نه دینی یهودی ها قبول کرده ایرا میشناسیش خدا خیلی ما میشناسم که هستم بچه که میشناسم بدبخت میگم پیش دوملو بود دسته هم خیلی امری معروف میکنی میگشته این نه دینی یهودی ها قبول کرده که یا 5-6 تومه این مسلمان بوده که قدر خونده این قدر علم داشتی نفهمیدی که یا اسرائیل دامه گانش که چه طرف مادری میری پدری حساب نیست یهودی توزه گاهی میگه همه یهود میشه یا هم پدرش بتون ما فرقا مادرش یهودیه بنبر بگو بیناموسه همین فرقا بچه هم نگه اون فرقا دامه و همون پدر مادرشه بیناموس بگو الله باشته هم پدرش هم کتیش گام نمیزنم برندین شکر فرزندی کنتی بیناموسی آقی پدر قد دیگه کجا گپ میزنیم یعنی فرزندی حرام قد دیگه کجا گپ میزنیم
کجا جای گپ شای همه هوا نگهبان و برادر جان. سلامت باشی خدا نگهبانت باشه برادر سلامت باشی برادرای عزیز بخشش او قزنگ است این برادرای عزیز من امیر 1 مینوت بگیرمش الو سلام علیکم. و علیکم السلام برادر و علیکم السلام لنگرش شده چیزی الحمدلله برادر شما خوبین ملت لایی در پشتان نرکنه. این بدبخت انشالله در همونجا میکشنش در همون جنگ میکشنش این چی روسی چی آیتا برو انشالله با هم رسول در همونجا میکشنش بدبختی خدا زده بیناموسا زانوی را عدالتی هر رو سلامت باشی برادر الان نگهبانت باشه برادرها بسیار زنگ زده استن بله بکن خب برادر جان بله گلجانت 35 بکشه نخودم هم خیلی گپ زنم این برادرای عزیز 1 مینوت برادر جون ما همه را چی کنم 1 مینوت برادر بچه اتش همه زنگ زیستن که بچه اتش رفتشن بخدا قسم اسپید نمیکنم یه برادر 1 مینوت برادر جون 1 مینوت بیستین 1 مینوت التیموس لبه قوری جان الحمدلله خدا را شکر رحمت شما نازن خوبیم الحمدلله برادر الحمدلله همینجا هم برادرها قدی گپ دیستیم الحمدلله دایی اونایی را باره بلدی بدبخت در وحشت زن اسرائیل بودوی مکشد در این اسرائیل بریدنش در کوری پدن حالتا این پول نیم توجیکستان گومش کردن در کور انشالله با امر خدا انشالله کیه یهودی که دشمن میکنه باور کن همه خیلی گپ را شنیدنش فهمیدنش در گورم درون ترما خیلی خوبه این لعنتی را باور کن سیمیش میره علو میزنی نابودش میکنی الله خورش کنه برادر الله خورش کنه همه ایراد این برادر عزیز بسیاری بعد زنگ میزنه با اوچیت زنگ بزنیم برادر جانا التماس گپ زدم باور کنیم این برادر عزیز علای مرمون همه تا نگهبان باشه باور کنی نمیشه و خیلی گپ زده نمیشه وقتی که بسیار زنگ میزنین نه گپ یگم تمونا میفهمیم نه هیچی بیایم برادر جانا ولی نمیشه الله خور و ذلیلش کنه برادرو انا برادر عزیز ما بدروم خواهم ویدیو را بگیرم برادرو اصلا خیلی که خطون گفته سین بیاین بگیریم ان الله خور و ذلیلش کنه انا ما ان شاء الله با امر خدا چی میکنم تام های قوم نوتیکی که گلجانات پروردگار صدقه همین نامت کنه ترا همت چورنت کنه برا چورنی کنه مونی بدبختایی که کمش دشمن میکنه سرازا چورنشون که الله خور کنه یا از مو قومن یا از مو قومی هستن که بدبختا یا اون قری که قوری فهمونشون که نفهمیدن با فیلم که دیگه مرا صوف نمیفهمن یا قوری حدیث آورد از آیت قرآن فهمونشون که نفهمیدن یا نمیدونم برادر عزیز خداوند همت نگهبان باشه با اجازت شما ما ببرم همو ویدیو را چی کنم ده برادر جونو همو ویدیو را ببرم بگیرم الو الو خدا نگهبانتون ها برادر جونو اجازت میتیم برادرو
خدا نگهبانتون باشه برادر عزیز. ما ببرم همون نوار بگیرم الله لعنتش کنه بدبخت خدازاده را. انشاءالله که پگه ما یک نوارش میکنم که علاکش موج شناختنش برادر جانم. یک منوت برادر جانم. مفهوم که همه اکا یک منوت برادر. یک منوت. اوه با خدا نمیشه برادر باور میکنیم. زنگ زنی بسیار نمیشه. یک منوت برادر جانم. اکشن هازی ما همجا یک برادر بسیار چیز که است زنگش بزنم انشالله که ما برادر باور کن نمیشه. ای بچه باور میکنی نمیشه. ولی بسیار زنگ میزنن نمیشه. باور میکنیم برادر. الو سلام علیکم. چه کرده کسی خوبی؟ دایم میام و چی دام پرامای افیر دا گشتگی بودم انا برای خدر دیگه داو تلفن آوردشون گفتم باید زنگ بزنم. ها چه کرده کام خوبه تینجه؟ نه یکونی نقدم شما راستی دیگه او بدبختی که همو برومد پیغمبر حقارت کرد دین حقارت کرد اما مسئله دا گبزه استابدیم اگ برادر قوری اومدی بود او بدبخت ای فرخور بود است نویه فرخور دسته خوزی در اسرائیل ابدایده او همو بدبختی خدا زده خوزی الله خوشو که بدبخت داره از من میبرم ای افیر دا اون نمبر زنگت میزن با اون نمبر زنگت میزن شون خوب برادرای عزیز خداوند همه تا نگهبان باشه ها در امان الله باشین بخشش زیاد به حد بسیار زنگ زده سین تلفن هم میکشم برادر جانو من نمیتونم این قدر بسیار ده برادر جانو نمیتونم پگه عروس خاله قفا من میبرورم پگه عروس خاله قفا میبرورم تماشاش کنید ایره ایمی جاوسن عروسی خاله قفش بگین ایره ما پگه نصیب خدا خواهد انشاءالله خدا نکشم میبرورمش برادر عزیز خوب تماشاش کنه که همون دستگیری کنه که بدبخت دیگه نمیدونه چیکار کنه دیگه نمیدونه کجا را بقپه انشاءالله این میغلطه برای هم وقتی که دستگیری میکنیم برادرای عزیز میقپین همه از لایک کامنتر یگم چیز نیست برادر جنوب ما دا یگم فایدهش نیست فایدهش یعنی که همیه که نوار پهن میشوه وقتی که نوار پهن کشید برادر جنوب این کافر لعنتی لعنت کرده الله در چنگ یک برادر ما بونه در چنگ یک برادر ما و شما انشالله که میغلطه بقب میغلطه برای هم خدر برادر عزیز دستگیری کنیم که شتوب این بدبخت را ما دایروشون کنیم خدا نگهبانتون باشه کدامی تکی خونده نتونستم عذر زیاد در امان الله باشیم برادر جانا انشالله که پگه ویدیوش میبروید خدا نگهبانتون برادران